اسقاط چه حکم داره؟ ما حنفی مذهب هستیم، همه فتاوای احناف میگه که هل اسقاط مستحب است، امر مشروع است، با استناد حدیث و استناد کتاب الله که تشریح مسئله خیلی طولانی می شود. اگر به معلومات ما شما اعتماد دارید، کتاب های فقه حنفی، فتاواها شامی، فتاوای هندیه، تاترخانیه، علمگیری، همه به اتفاق مسئله هل اسقاط آورده است، وجوهش بیان کرده، جایز است، رواست، مشکلات نداره. مقالات فریدیه جناب مفتی سے محمد فرید مفتی در حقانیه در مقالات خود یک مقاله مستقل در تشریح مسئله هل اسقاط داره، در دسترس باسانی قرار میگیره، جوازش ثابت کرده. ما از روی سند گپ میزنیم، استناد امور دینی گفتم، کدام تضاد امرایشان ندارم. ما حنفی مذهب هستیم، ما از پیش خود تحلیل و تحریم هرگز نمیتوانیم. همیشه بکوشیم که حلال را و جایز را عقیده جایز داشته باشیم و حرام را عقیده حرام. اگر ما در انعکاس صورت بگیریم، حرام را حلال بدانیم، از ایمان خلاص میشیم، و روا را ناروا و حرام بگوییم، هم از ایمان خلاص میشیم. همیشه میگیم که من نقل دارم. این قسمت هم از فرموده های این بزرگوار شنیدیم. در مورد اسقاط از این بزرگوار پرسیده شده و در جواب مدعیان که ما حنفی مذهب هستیم و همه کتب احناف بران جواز داده و این امری مشروع هست، و در ضمن به مقالات فریدیه از تالیفات مفتی دارالعلوم حقانی هم اشاره کردن. برادران گرامی، همینطور که این بزرگوار مدعیان حنفی مذهبن، ما هم ادعای ما بر همین هست، و همینطور که ایشون میگن که اسقاط جواز داره، ما هم میگیم اسقاط جواز داره. اما مطالبی هست این وسط باید واضح بشه. این حکم را اینطور مطلق گفتن که بله اسقاط جایزه، بله جایزه. مثل همین که کسی بگه که نماز خواندن خوبه، بله نماز خواندن خوبه، اما این مسئله رو نپرسیده که نماز خواندن با لباس نجس هم خوبه. خب این دیگه درست نیست. اسقاط جایز هست اما شرایطی داره. اول برسیم به این که اسقاط چی را میگن. دور اسقاط همین را میگن که شخصی قبل از رفتن از دنیا مقداری فدیه بر عهده او میمانه. حالا فدیه قسم هست، کفاره قسم هست، یا کفاره روزه هست، یا کفاره های دیگه. بگیم که شخصی از کفارات خودش 3 میلیون به خداوند متعال مقروضه. قبل از که از دنیا بره وصیت میکنه که بله بنده اینقدر فدیه دارم، شما این را از همین مال که من میگذارم ادا بکنید. حالا اگر صاحب اگر قبل از مردن وصیت کرده بودن که لازم اجرا بشه، واجب اجرا بشه، نه اگر وصیت نکردند و خویشاوندانشون خبر داشتن، فرزندانشون خبر داشتن که بله این پدر ما هست، مادر ما هست، خواهر ما هست و اینقدر فدیه بر عهده مونده، ما میخوایم فدیه رو ادا بکنیم که نزد خدا مغروض نباشه، گناهکار نباشه. چیکار میکنن؟ اینجا وقتی که شخصی دارا هست و مال داره، بگیم که گفتیم که 3 میلیون این شخص فدیهش مانده و مقروض به خداوند متعال، باید که این را ادا بکنه. این 3 میلیون را از حصه اموال این شخص جدا کرده، این را میبرن تحویل فقرا میدن. حالا اگر آمد و فقیری از دنیا رفت و کل مال ترکه‌ای که گذاشته 1 میلیونه و متاسفانه اون فدیه هایی که بر عهده این شخص مانده 3 میلیونه، حالا اینجا باید چیکار کنن؟ بگیم که شخص وصیت هم کرده باشه یا وصیت نکرده، اطرافیان میخوان ادا بکنن. حالا اگر این شخص که از دنیا رفته مقروض خداوند متعال، فقط 1 میلیون مال داره و فدیه های این بزرگواری که از دنیا رفته 3 میلیونه، حالا اینجا علما یک راهکاری را نشان دادن. چطور؟ گفتن که بله فقیری را، چون این مالی که فدیه هست این باید به فقرا تحویل داده بشه، فقیر حقیقی را بیارن و به ایشون این مطلب را تفهیم میکنن که بله همچین مسئله است، ما این پول را به شما تحویل میدیم، همین 1 میلیون را، بعد شما این با صمیم قلب اول کاملا تحویل میگیرن،
بعد از صمیم قلب این دوباره به ورثه تحویل میدن، دوباره اینو برمیگردن به همون شخص و دوباره ایشون برمیگردن به ورثه و نهایتا هم این 1 میلیون را کامل این شخص فقیر یا 2 شخص فقیر یا 10 شخص فقیر که نشستن برمیداره، بلند میشه میره. اصل جوازی که هست صحبت همینه. امام محمد رحمت الله علیه فرمودن که در مورد نماز که فدیه نداره، فرمودن که امید است که الله متعال این را هم قبول بکنه و این مورد هم که در مورد فقیر انجام میشه، الله متعال امید است که الله متعال این را هم قبول بکنه. اما این روش رایجی که در ما بین ما خیلی جاهای ترکمن صحرا، همه جا نه، بعضی جاها علما زحمت کشیدن برداشتن این طریقه بدعت را، بله جواز داره، طریقه جوازش همین طوری هست که بنده گفتم. اما این طریقه بدعت الان چیکار میکنن؟ در خیلی از همین منطقه ما هم وجود داره و در افغانستان که واویلا هست این مسائل. اگه کسی اسقاط نکنه دیگه گویا که عذابی بر سرش میخواد بیاد. اونجا نه با طرف که از دنیا رفت وصیت کرده نکرده، با این اصلا هیچ کسی کار نداره، پول داره نداره، نه سویج ماشین فلانی رو برمیدارن میارن، قرآن رو برمیدارن میارن، نمیدونم طلای فلانی رو برمیدارن میارن وسط. اون شخصی که نشسته فقیر هست فقیر نیست، میدن میگیرن، اصلا اونی که میگیره نمیدونه چی میگیره، اونی که تحویل میگیره نمیدونه چی تحویل میگیره. همینطور آقا 4-5 هزار تومانی به همین فقیر میدن، بلند میشه میره، الباقی مال کیه؟ مال همین ورثه هست. این ترتیب بدعت هست و این تمسخر به شریعت است، نعوذ بالله. یک شبهه‌ای هم هست اینجا، چرا ما ترکمن صحرا در خیلی از بدعات و رسومات با همین برادران افغانی با هم برابریم؟ بعضی از ما گمان میکنن که این رسوماتی که در مابین ترکمن هست از خیوه شوروی آمده. نه برادران، همچین چیزی نیست. همین ملاهای افغانی در ایام القدیم در این منطقه ترکمن صحرا وجود بودن، همین بدعاتی که ما داریم به وسیله همین افغانی ها آمده. بعدن خب علمای ما از خیوه تشریف آوردن، اونا هم بنابر حالا هر مطلبی که بوده این مطلب را نگفتن، اگر گفتنم کامل نگفتن، در هر صورت این بدعت در ما بین ما رواج پیدا کرده. لذا شما مفتی صاحب که میگین که بدعت این اسقاط جواز داره، بله ما هم میگیم جواز داره، اما چرا اشاره به این بدعاتش نمیکنین؟ آیا شما در کل افغانستان میتونین یک جایی را پیدا کنین، فقط یک جا، من دوستان افغانی زیاد دارم، یک جایی را شما پیدا کنین که این اسقاط که در مذهب حنفی جواز داره این به طریق شرعی انجام بشه؟ همچین چیزی کلا محاله. لذا اینجا نقل شما کجا رفت؟ حنفی بودن شما کجا رفت؟ این ادعای تحلیل تحریم آیا نیست؟ این چیزی که ناجائز در میان شما داره انجام میشه، آیا این چیزی را که ناجائز جایز قرار دادن نیست؟ حکمی را آمدن و مطلق همینطور گفتن که بله جایزه، به بدعاتش اشاره نکردن، به رسوماتش اشاره نکردن. آیا این پنهان کردن حکم خدا نیست؟ آیا این چیزی که ناجائز جایز قرار دادن نیست؟ الله امتحان شما را توفیق بده. دوستان یک قصه را بیان میکنن، قصه توتی بلبل زمانی است. تاجری هست، تاجری بوده، توتی داشته، وقتی که همینطور بشکن میزدن این میگفت لا اله الا الله، لا اله الا الله. تجار از اطراف اقصا نقاط وقتی که به مغازه این تاجر صاحب تشریف می آوردن، تاجر صاحب همینطور بشکنی میزد و توتی صاحب شروع میکرد لا اله الا الله، لا اله الا الله. بعد یک روز که تجار آمدن داخل، تاجر صاحب هم هی بشکن میزنه، نه انگار نه انگار، توتی صاحب همینطور صاف سیخ وایساده، چشمش به یک جا دوخته، اصلا تکان نمیخوره، هی بشکن میزنه، نه لا اله الا الله کلا فراموش شده. بعد دقت کردن کجا رو نگاه میکنن، دیدن که بله اون بالا استخر یک سوراخی هست، گربه سیاه چشمی از اونجا داره این توتی صاحب را میپایه که هی الان من بپرم الان یا نپرم. ایمان این توتی، میبخشید گفتار لا اله الا توتی، این دیگه توتی واره دیگه، تا یک گربه را میبینه لا اله الا چی شد؟ فراموش شد کلا. گفتن لا اله الا الله کلا از یاد رفت. اینم همینطوره. شما که با این شدت و حدت حرف میزنین، چرا وقتی که شما که مثل بلبل دارین حرف میزنین، چرا وقتی که قرار بدعات را بگین، چرا وقتی که قرار رسوم ناجایز را به مردم تفهیم میکنین، چرا از مارک وهابیت شما میترسین؟ بنده میگم بعضا دوست میگم فلانی خیلی خوب حرف میزنه، گفتم بله درسته خیلی خوب حرف میزنه، منتها وقتی که قرار بر چهره این بزرگواران گرد خاک مارک وهابی زده بشه به خاطر اینکه حق را بگن، اینا لال میشن کلا، مثل همین توتی.
لال میشن دیگه، بس سلام دیگه، هیچ حرفی نمیزنن. فقط همین حرفایی که باب میل مردم هست همین را تحویل مردم میدن که فلانی عالمی هست. بیایم سر فتاوای علمای دیوبند. شما که مدعیین هستین برادر گرامی که ما علمای دیوبند را قبول داریم و از علمای دیوبند شما استدلال میکنید، اینجا مفتی محمد شفیع عثمانی رحمه الله در مورد اسقاط پدر بزرگوار مفتی تقی صاحب در جواهر الفقه جلد 1 صفحه 387 اینجا میفرمایند که این ترجمه این هست: در کتاب‌های فقه همچون الدر المختار شامی و غیره تصحیح شده که از شرایط صحت اسقاط یکی این است که به شخصی که پول داده میشه او را به درستی مالک و مختار قرار دهند. کاملا باید به فقیر داده بشه که هر نوع تصرفی در هر جایی که بخواد آن را مصرف کند. میتونه فقیر برداره بلند بشه بره، اینطور نباشد که با یک دست گرفته به بعد دست دیگر برمیگرداند، زیرا این یک عمل بیهوده ای است. چنان که امروزه حیله ای که انجام میگیرد نه اعطا کننده طرف گیرنده را مالک صاحب اختیار میداند و نه گیرنده چنین تصوری دارد که پول رسیده به دست او در ملک اختیار او قرار گرفته، بلکه 2-3 نفر جمع میشن، مال مذکور را به هم میگردانند و حیلیات شده را انجام میدن، گمان میکنن که بله ما حق میت را ادا کردیم و از تمام مسئولیت هم چطور فارغ شدیم، در صورتی که از این عمل بیهوده میفرمایند نه ثوابی به میت میرسه و نه کفاره فدیه ادا میشه و انجام دهنده این کار گناهکاره. این علمای دیوبندن. همینطور علامه شامی رحمت الله علیه در منحة الجلیل فی اسقاط ما فی الذمة من کثیر و قلیل اینجا هم همین مطلب را گفته. شرایط علما بیان کردن. شما که از مفتی دارالعلوم حقانیه مفتی فرید شما فتاوای فریدی دلیل میارین، خب بفرما همین شرایطی که این بزرگوار گفته چرا نمیگین؟ الحمدلله در دارالافتای علوم گشت که درس میخواندیم اینجا فتوایی نوشته شد توسط یکی از برادران همین افغانی که به این درد بلا مبتلا بود. اینجا شرایطی را از طرف فقهای کرام در مورد همین اسقاط نوشتن و آدرس دادن: الدر المختار، الشرح الکبیر، خلاصه الفتاوا، البحر الرائق، الاشباح والنظائر، همینطور دیگر فتاوا. فرمودن که اسقاط شرایط، فرمودن که البته در مسئله اسقاط شرایطی وجود داره که رعایت آن بسیار لازمه، در جایز بودن شکی نیست. اسقاط در مکان مخفی باشد و در مکان عمومی مانند عیدگاه یا قبرستان نباشه. چرا در مکان مخفی باید باشه؟ چون که در مذهب ما گناه را نباید آشکار کرد، گناه علی الاعلان نباید بشه. مثلا همین نماز قضا، علمای ما نوشتن نماز قضا را در مسجد خواندن گناهه. چرا؟ چون این شخص گناه کرده که نمازش قضا کرده، حالا این علی الاعلان نباید ما بین مردم بیاد نمازش قضا بکنه. مولانا محمد عمر سربازی رحمت الله این در فتاوی خودشون نوشتن، فرمودن که در صورت عدم وصیت، اگه وصیتی نکرده، اگر ورثه بالغ با رضایت کامل از مال خود اسقاط انجام دهن جایزه، از مال خودشون. فرمودن که در آن دایره فقط مساکین نشسته باشند و دادن به غنی فراغت ذمه حاصل نمیشه. تملیک حقیقتا به مسکین صورت بگیره، فقط فرضی و لسانی نباشه که باز هیچ مقصودی از آن چیه حاصل نمیشه. همینطور شرایط دیگری که اینجا بیان کردند. لذا برادران گرامی ما هیچ انکاری در جایز بودن اسقاط نداریم، اما مطابق شرایطی که فقهای مذهب حنفی نوشتن طبق اینها باید فتوا داده بشه و طبق اینها باید مطالب صاف گفته بشن و پنهانکاری ما نکنیم. وقتی الله تعالی میفرمایند که ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى، یعنی کتمانه، این کتمان علم، کتمان حقیقت، این کتمان حکم خدا و رسول خدا است، این کتمان فتاوای مذهب حنفی است که شما بزرگوار فقط یک کلامی که بله اسقاط جایزه، ما میگیم جایزه، اما کجا؟ شرایط کجا؟ نماز خواندن خوبه، شرایطش کجاست؟ اذان کشیدن درسته، شرایطش کجاست؟ حج رفتن درسته، شرایطش کجاست؟ آیا حج بدون شرایط جایزه؟ نماز بدون شرایط جایزه؟ قرآن خواندن بدون شرایط جایزه؟ میشه انسان جناب بگیره قرآن بخونه چون قرآن خوندن خوبه؟ هر چیز از خودش یک شرایطی داره، طبق همون ترتیبی که علمای ما نوشتن باید گفته بشه. به قسمت دیگری از سخنان این بزرگوار با هم دیگر گوش میکنیم تا به شبهات این بزرگوار جواب بدیم.